بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. خدا را هزاران بار بلکه بیشمار و بی حساب و بالاتر از هر عدد سپاس و شکر پروردگار بر نعمتهای مادی و معنوی، بر همه نعمتهای الله تعالی و احسانات پروردگار که ما در این احسانات ها الله تعالی نه تنها ما بلکه همه جهانیان غرق کن. آمد نعمتهای مادی آفریده که از تصور ما، از ذهن بشر و از اندازه که بشر بکنه تخمین بزنه هم خارجم. نعمتهای او بسیار شامل همه هستند، شاملن و فراگیرن و دوست و دشمن شامل. آنهایی که الله را بندگی میکنن، میشناسن، با الله رابطه دارن، هم
کن در نعمت الله تعالی و آنهایی که خدا را نمیشناسند، باور ندارند، خدا را قبول ندارند، هم بر سر اونها احسانه و الله تعالی حق اونها را چنان رعایت کرده که حق بجای خود که فضل الله تعالی شامل حالشونه، فضلش عامه، رحمتش عامه، بی حد و بی مرز مهربانی به بندگان، نظرش چنان وسیع و چنان نظرش بلنده که خلق الله تعالی، بندگان الله گناه انجام میدن، مخالفت میکنن با الله تعالی، نافرمانی پروردگار انجام میدهند و الله تعالی نه روزی اونها را قطع میکند و نه زندگی اونها را تمام میکنه، با الله شریک میگیرن و بسیاری هستند که اصلا خدا را باور ندارن و قبول ندارن و انکار میکنن، همه چیز را میبیند، همه چیز را میشنود، حرفهای گستاخانه و توهین آمیز بسیاری از مخلوقش میشنود، جهالت بندگانش را میبینه، ولی چنان مهربانه، چنان حلم داره، چنان بردباره، چنان ظرفیت کلام داره، چنان تحملش زیاده که نان هیچ کسی را از او قطع نکرده است، زندگیش را قطع نمی کنه. ولی یک چیزی که برای الله تعالی هم این گران سنگین برای الله تعالی ظلم و نسبت به الله خیلی حد تیر انداختن بالا که با خدا مبارزه می کنند، با خدا مقابله می کنند، از آن جمله نمرود. نام نمرود برده می شود در این که تیر انداخته به سمت الله تعالی، خدای ابراهیم علیه السلام، ولی پروردگار همه چیز را می بیند و می داند، اما تحمل پروردگار را ببینید که بنده را مهلت میده و این نشان او ظرفیت کلانه و صفاتهای عظیم الله تعالی که همه صفاتها ظرفیتن و بسیار عظیمن و بسیار بزرگن، تحمل میکنه بندگان الله تعالی را. او چقدر مهربان برانه که الله را بندگی میکنن، به خدا وفادارن، خدا را ویل نکردن، آنانی که از بندگی خدا، غلامی خدا دست نکشیدن و الله را دارن و خدا را بندگی میکنن. چه اندازه الله تعالی به این بندگان مهربانه. در قرآن عظیم الشان با چه کلمات الله اینها را یاد میکنه، کلمات زیبایی. یا عبادی روز قیامت لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. روز قیامت اونجایی که ترس حاکمه در صحرای محشر
اونجا ہے کہ ہما لفظ برنداما وانجا ہے کہ دلها به حناجر آخر سینه گیر کردن، نفسها گلوگیر شدن، آنجایی که چشماش کاسه بیرون آمدن، کاسه چشم، آنجا که همه مردم در وحشت و در حولن، وحشت حساب و کتاب، وحشت عذابهای سنگین الله، وحشت روز محشر. الله تعالی خطاب میکنن که یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. آی بندگان من، امروز هیچ خوفی بر شما نیست و شما هیچ غم ندارید. نه خوف، نه ترسید، نه حواشید، راحت باشید. شما راحت باشید و فکر نکنید که برای شما مشکلات هست و شما با مشکلات روبرو میشوید. شما در امان الله تعالی هستید. امروز شما به دوست رسیدید، به محبوب خودتون رسیدید. منظور و مطلب بیان میکنم. و امروز روز ملاقات با الله تعالی و روز ملاقات حبیب با حبیب، دوست با دوست. روز ملاقات انسان با عملش هست، با عملهای صالح، با شب بیداری ها، با صدقات، با خیرات، با کارای نیک، کارای انسان دوستانه، کارای خدا پسندانه که انجام دادید. انسان الله در دنیا فرستاده و مورد آزمایش سنگین قرار داده. از طرف نفس یا از یک طرف شیطانه. این همه آزمایش برای بشر، برای انسان. و اما انسان شایسته مبارزه با نفس کردن، مبارزه با شیطان کردن و تا آخر لحظه زندگی از مبارزه ننشستن. تا آخر زندگی، لحظه زندگی کوتاهی نکردن، ایستادگی کردن، استقامت کردن، صبر کردن. و این صبر چه اندازه نعمت عظیمی، چه اندازه نعمت بزرگی. و بی صبری و بی عجله و ویل کردن راه، ویل کردن مسیر، ویل کردن الله تعالی، از خدا جدا شدن، خدا را ویل کردن. خیلی عزیزان من سخته. شما صبر کردید، استقامت کردید، ماندید برای خدا، با خدا ماندید، با خدا زندگی کردید. هر جا بودید با خدا بودید. آنجا که هیچ کسی نمیدید شما را، آنجا شما خدا را میدیدید و معتقد بودید که خدا ما را میبینه. این هر الله خطاب میکنه که امروز خوف بر سر شما نیست و ترس و هراس برای شما نیست. چرا میفرماید الله که آنجا میدان معاشر را هم خوف فرا گرفته، خوف خطرناک، و هم غم فرا گرفته. غم و ویلاست و مصیبت است که ما ندانستیم، باور نکردیم، غفلت کردیم، از آنجا برای خودمون عمل نیاوردیم. دست خالی آمدیم امروز به میدان محشر. عزیز، انسان لایقی بود و انسان خوبی بود، وفات کرده بود و یکی از
نزدیکانش از فرزندانش اون وقت خواب دیده بود که گفتن که من آمدم اینجا و دست خالی آمدم، با خود هیچی ندارم، و به فرزندانش گفته بود که دست خالی من آمدم به اینجا و عمل انجام ندادم. دنیایی که ما کسب میکنیم اینجا میگذاریم و وقتی که برگه اللہ تعالی میریم حالت همین میشه که انسان اینجا احساس میکنه که دست من خالیه، دنیا که زحمت کشیده اونی که مانده، دنیا را برای فرزندان گذاشتیم، برای ورثه گذاشتیم، بر فرزندان رحم کردیم، بر طرف ورثه رحم کردیم، اما بر خودمون رحم نکردیم، نسبت به خود بیرحمی، در حالی که احتیاج انسان در قبر و در آخرت بعد از مرگ به مالش بیشتری از احتیاج فرزندان به مال پدر. لاول پدرم و همه انسان ها یک بخش از مال به خود ببرند، سرمایه آخرت خودشون بکنن، توشه آخرت تا بسازن و یک بخش از سرمایه را برای فرزندان بگذارن که فرزندان محتاج نشن، نیازمند نشن، و از همه مهمتر برای دیون خودشون بگذارن در نهای خود. هم فکر فرزندان و بچه های خصوصا یتیم و بی سرپرست بکنن و هم فکر خودشون را بکنن که آنجا نیاز پیدا میکنن به صدقات که صدقه بدن و در حال نجات بگیرن. قرآن همین فرموده که وقتی که سرمایه داران، مالداران، ثروتمندان از دنیا وقت رفتنشون میشه، او ثروتمندی که برای آخرت ذخیره نکرده، سرمایه گذاری نکرده، هزینه نکرده است، او تمنا میکنه که رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. میگه اللہ منو چرا تاخیر ندادی، مهلت ندادی بیشتر که من از مالم صدقه کنم و از صالحان باشم. معلوم میشه که انسان‌هایی که صدقات دادن، در ماه رمضان زکات دادن، خیرات دادن، افطاری دادن، سحری برای مردم پخش کردن و به مساکین و فقرا رسیدن، فطریه دادن، فطریت این ماه رمضان. اینها سروران گرامی همه اینها نعمت عظیمان، اینها انسانها را صالح میکنن، اصلاح ثروتمندان و انسانهایی که اللہ بولا توانایی مالی داده از بهترین قربانی ایونا خرج کردن مال در راه اللہ تعالی، و هر کسی که مال خرج بکنه از صالحان قرار میگیره و لحظه درخواست میکنن که مهلت باشه که ما عمل انجام بدیم، عمل صالح و در راه تو خرج کنی و از صالحان باشه. و افسوس درد بر دوانه میکنه عزیزان من، وقتی که کار از کار گذاشت، وقتی که زندگی به پایان برسه هیچ کاری نمیشه کرد، هیچی. توکل خالی بر اللہ تعالی و گمان خالی به اللہ بردن کار اغلانه نیست عزیزان من. باید
باید توکل بر الله کرد. اما شما کارتون انجام بدید، شما زحمتتون بکشید، اسباب به کار ببندید و بر الله توکل کنید. و الله مرحوم همین نقل کرده است که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که فرمودن بر توکل زانو اشتر ببند. کسی نهره سوال کرد که شترش را زانو ببنده و یا شتر یا توکل کنه و توکل بر الله کنه. گفتن نه، زانوش را ببند و زانو باید زانو شتر محکم ببندی و توکل بر الله تعالی بکنه. ایک نماز نکنه و توکل بر الله کنه، کائل نمازی داشته باشه، زکات اموال نده، عمل صالح انجام نده و توکل کنه، این اشتباه محضه. این توکل شریعت اسلام نگفته. مریض بالاخره علاج بکنه، پزشک بره، دوا مصرف بکنه، اسباب به کار ببنده و توکل بر الله تعالی. الله که شفا میده، دوا شفا نمیده، دوا سببه، پزشک و دکتر سببن و شفا دهنده الله بخواد سالم میشه، اگر نخواد دوام بخوره سالم نمیشه. چه بسا دوام میخورن و میمیرن، چه بسا دوام میخورن و مریضیشو قطع نمیشود. ولهذا همه به اذن الله تعالی است. ولهذا باید اسباب کاملا رعایت کنید و رعایت کردن اسباب، رعایت کردن اینجا شریعت اسلامی، قوانین اسلامی، عمل به قرآن، عمل به سنت، عمل انجام بدید و توکل بر الله تعالی بکنید. بقیه توکل بر الله. شما کارتون انجام بدید تا آخر انجام بدید، مجاهده کنید، تلاش کنید، با جدیت شما وظیفتون انجام بدید، شما مسئولیتتون انجام بدید و توکل بر الله تعالی. بکی سفارده بی الله تعالی. ما کارمون کردیم و بسفارید بی الله. این درسته دیگر من، نه اینکه روزه نگیر و توکل بر الله، زکات نده، فرض رکنه و توکل بر الله تعالی، نماز کوتاهی بکنه و توکل بر الله تعالی. نه، نماز کامل بخون. این توکل خدا قبول نداره. این شریعت رد میکنه، دین رد میکنه، این توکل قرآن رد میکنه. این توکل نیست، جهالت و نادانیه. تلاش بکن، زحمت بکش برای خودت، برای مریضت و هزینه بکن و توکل بر الله تعالی بکن که الله شافی و شفا میده. ولهذا عزیزان من، صبر مهمه که ما صبر بکنیم و با الله تعالی بمانیم، کنار الله تعالی بیستیم و الله را بندگی کنیم، با الله وفادار باشیم، دین الله تعالی را نصرت بکنیم، معروفات در دنیا ترویج بکنیم. ظاهرا عزیزان برای همون کمکی که اعلام شده آخری جمعه برای مسجد و مسجد الحمدلله کارای داخلش تا اندازه جمع شده ولی هنوز مقدار کار مانده. اگر انشاءالله این کارای داخلی تا 6 ماه آینده ما امیدواریم که الله تعالی جمع بکنه و اگر دست خالی نباشه و بتوانیم که مزد کارگر پرداخت کنه و وسایل مورد نیاز تهیه کنیم، مثال را ساختمانی را انشاءالله. این هم قسمت بیماری داخلیه و انشاءالله این تکمیل بشه. اجر پاداش بزرگی است و ثوابش ماندگاره و شما در مسجد نماز میخوانید، فرزندانتون نماز میخوانند، مردم از راه دور و نزدیک الان میآیند، 2 رکعت میخوانند، توفیق 2 رکعت نباشه خدا را یاد میکنند.
اگر به زبان خدا را یاد نکنند در دلشون میفته چیزی. بعضی میگن اشک میریزند، اشکشون سرازیر میشه. بعضی میگن دعای خیر میکنند، دعای خیر میکنند برای شما. این مهمه. مسجد را بسازید و این عزت خانه خداست و عزتی برای شما مردمه. هموطنانتون اینجا میاد. ما همیشه میگیم مسجد مال الله است، مال هیچ کس نیست، مال الله و مسجد برای منفعت انسان هست، انسان و مسجد شرف برای جامعه، عزت برای جامعه و مسجد ها بسازید و زیبا بسازید و سلیقه بسازید. کیف متفق نباشه که همین طور جمع کردنا بپرسید و بالاخره مسجد بسازید. لازم نیست که زرق و برق مسجد زیاد بکنید. مساجد همیشه میگیم ساده و زیبا، ساده و زیبا و هر چه که زیبایی هزینهش پایین بیاد بهتره، ولی مسجد با سلیقه ساخته بشه. الله تعالی قبول بکنه و این عمل باقی شماست اینجا و این جای عبادت فرزندان و نسل آیندگانه و به مسجد توجه کنه. انشاءالله کمک شایسته بکنید. الله شما را توفیق بده. کارتخان میارن عزیزان و هم چادر میارن انشاءالله. در هر صورت وقتی که شما چه چیزیست عزیزان من که درهای رحمت الله را باز میکنه و چه چیزیست که نوای خوشخبری در آخرین لحظات زندگی به گوش شما میخوره. مژده چه لحظه ایست که شما دریافت میکنید؟ آقا با صبر و با استقامت شما دریافت میکنید. وقتی که شما صبر کردید، رمضان روزه گرفتید، شبان نماز خواندید، به قرآن گوش دادید، گناه را ترک کردید، غیبت، دروغ، تهمت و خلاف، صبر همینه، صبر کردید و عجله نکردید، به خود ضعف راه نبادید، استقامت کردید و ایستادید. امروز شما خوشحالید در جمعه اخیر ماه رمضان که الحمدلله امروز 28مین روز رمضان و من 28 روز را روزه گرفتم. امروز هم با دهان روزه آمدید اینجا برای نماز و جمیع کسانی که ماه رمضان روزه گرفتن خوشحالند، لبهایشان خشک، بیخوابند، گرسنگی داشته باشند و نیازهای بدن تامین نیست و مشکلات دارند، اما خرسندند که استقامت کردن، صبر کردن. صبر برای شما آفرین داره، صبر برای شما شادباد داره، صبر برای بندگان مبارکباد داره. چقدر شیرین لذات آخر، چقدر شیرین لذات آخر. تو مسیر صبر شده و لذات پایینیش که میاد که وقت جایزه، وقت انعامه، وقت عفو گناهان هست. چقدر شیرینه. به خدا، به خدایی خدا که لذت صبر و شیرینی صبر چنان لذت و شیرینی است که او را نمیشه با زبان بیان کرد، بالاتر از زبانه. پایان رمضان ببینید که عید فطر مردم چند خوشحالند، چند در لباسشون نمی گنجند، نمیدانند چه لباس را تن کنند و با خوشحالند که ماه رمضان به پایان رسید و توفیق روزه را داشتیم،
توفیق بندگی خدا را داشتیم، وجدان راحت، فکر راحت، هر افطار پر بودن که روزواران خوشحالن که موقع افطار خوشحالن، عید فطر خوشحالن که بزرگترین افطار خوردنه و از این بالاتر خوشی بزرگترانی که وقتی ورگای اللہ برسن و اللہ همه عمل را دستور میده که ثواب بدن، ماموران اللہ پاداششون را بدن و روزدار میگن نه او با منه و روزه را من خودم پاداش روزدار اللہ مستقیمان عنایت میکند. و چه نعمت عظیمی! این نتیجه صبره، این نتیجه استقامته، این نتیجه پایمردیه. ثابت قدم بمانید و ببینید که چه اندازه درهای رحمت الله باز میکنه. عجله میکنیم ما، افسوسه که در انسان عجله موجوده. این سرشت انسان، در سرشت انسان متاسفانه نادانی موجوده، در سرشت انسان عجله موجوده. مر الله با عجله آزمایش کرده، با جال و نادانی آزمایش کرده که جال و نادانی پشت سر بگذاریم و به دانایی بریم و دانش و دانایی را اختیار کنیم، سنجیدگی و متانت را اختیار کنیم و ما را اللہ تعالی با عجله آزمایش کرده که در ما گذاشته که این خصلت را ما پشت سر بیندازیم و عجله نکنیم، صبر کنیم، با نعمت صبر با عجله مقابله بکنیم و وقتی که صبر میکنید درهای رحمت الله باز میشه و چه دری باز میشه. روزه ای هر فطر درهای رحمت الله بازان و باش و اجابت میکنه، پذیرش میکنه شما را به دربارش که شما روزه گرفتید، دستور الله را انجام دادید و روز عید فطر الله درهای به انتهای رحمتش را باز میکنه. روزهای آخر ماه رمضان مثل امروز که آخری جمعه رمضانه و آخری جمعه رمضان بالاخره در تاریخ رمضان روز مهمی است و ماندنی است و لہذا روز جمعه شما رحمت الله را دریافت میکنید و همه شاد باشند، همه آفرینند، همه سرتشویقند و همه ترغیبند که الله تعالی عنایت میکند و از مهمترین مژده‌ها و خوشخبری‌ها برای صاحبان استقامت تا باب موت و صاحبان صبر و ثبات تا باب موت. عزیزان من، وقت موت که وقت موت میآید، فرشتگان الله میپرسته به بهترین شکل و شمایل، به بهترین قیافه و صورت زیبا و درخشنده و معطر و میآیم برای قبض رو. وقتی که آخرین لحظات چشمتون به فرشتگان میفته، روحتون فرفت میکنه. وقتی که بهشت به شما نشان بدن و چشمتون به بهشت بیفته و بخواهن روح شما را قبضه بکنن و مژده الله و خوشخبری الله به گوش شما خوانده می شود که و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، خوش باشید به اون بهشت که شما وعده داده شدید در دنیا. مژده باد، مبارک باد، خوشخبری بهشت. وقتی که وقت موت برسه چه حالتی برای انسان دست میده، چه حالتی پیش میآید وقتی که این کلمات دوستانه را از جانب الله میشنود و مژده بهشت را دریافت میکنه. موت با ایمان،
استقامت وقت در زندگی باشه، استقامت در وقت موت. آخرین لحظات شیطان هم حملهاش را میکنه که ایمان بگیره و تلاش میکنه و چه تلاش اگر شیطان میکنه. ببینید رفت این از دست من رفت و تلاشش را میکنه و تلاشش ناکام میمانه. وقتی که حفاظت الله شامله و آخری لحظات هم استقامت میشه و چه بسا آخری لحظات ایمان انسان ها را میگیره تا آخر دنبال میکنه تا این نفس از جان ما خارج نشده. شیطان ولکن نیست، شیطان ول نمیکنه. ولهذا ایزانبان لحظات شیطان نیست، آخری لحظات مرگ. ان الذين قالوا ربنا الله، آنان که الله را به عنوان رب انتخاب کردن و معبود و پرورش دهنده خود، مربی دینی و دنیوی، مادی و معنوی الله، و استقامت کردن بر این کلمه و عمل کردن و صبر کردن بر عمل، صبر کردن در راه صحیح و درست. لحظه این فرشتگان نزول می کنند، مژده بهشت را می دهند و این لحظات چه اندازه لحظات شیرینه و این نتیجه صبر و استقامت تا آخر لحظه بندگی، رمضان و بعد از رمضان بندگی. جوانان عزیز و سروران گرامی، مادران محترم، استقامت و صبر و میمانیم برای الله تعالی و میمانیم بر سر راه حق، بر راه درست و به فضل الله و به توفیق الله و از الله استمداد میکنیم که تا آخر لحظه به راه صحیح بریم، به راه بد نریم، برای فامیل، برای خویشاوندان، برای دوستان، حتی برای مادر و پدر هم نافرمانی خدا را نکنیم. برای رضایت مادر و پدر اگر در نافرمانی خدا باشه، خدا را اطاعت میکنیم و مادر و پدر را اطاعت بر اونا توهم و اونها محبت و فرمان الله و در مقابل فرمان الله اطاعت هیچ حاکم، هیچ پدر، هیچ فرزند، هیچ دوست جایز نیست، بلکه حرام. اول اطاعت الله است و خدا را ناراض نکنیم برای کسی. این مژده بهشت میرسه، چقدر خود خوشحال کننده. و بعد الله می فرمایند که نحن اولیاؤکم، ما دوست شما. بازی این قول تفسیر کرده قول فرشتگان، مژده بهشت میدهند و فرشتگان میگویند که ما در کنار شماییم. اگر شما فرزندانتون، عزیزانتون دنیا را شما ترک کردید، شما خیال نکنید که شما تنهایید، ما با شماییم. فرشتگان میگن ما با شماییم. ولی تفسیر دیگر اینه که نه، این نحن اولیاؤکم این قول رب العالمین هست و می فرماید که ما با شماییم. ما یعنی پروردگار با شماییم، یعنی فرشتگان با شما، فرشتگان رحمت با شما و شما تنها نیستید. به دیار قربت که بازو میگن که کسی گفت که فرزندش فوت کرده بود و گفت که فرزند من پردیس شد، یعنی رب تو تنها رب، یعنی خانواده را ترک کرد. شما پردیس نیستید به قول مردم، به شهر غریبان که شهر مردگان نمیرید، بلکه شما وقتی عمل صالح انجام دادید، شما به بهشت رفتید، شما
به لقاء الله پیوستید، شما به فرشتگان پیوستید، فرشتگان رحمت. بر شما مبارک باد، شاد باشه بر انسان ها که درست عمل کرده. کسانی که قدرت و حکومت حاصل کردن، عدالت بکنن، هیچ عمل در برابر عدالت برای ما نیست و هیچ عملی در برابر عدالت برای حاکم نیست. هیچ عمل سنگین تر و بزرگتر از عدل نیست و روز قیامت حاکم عادل را اللہ تعالی زیر سایه عرش جمع میده که تو عدالت کردی. این بزرگتری اخلاق ہے و من عرض کردم که اخلاق وزنش سنگینه و از بسیاری عملها وزن اخلاق روز قیامت سنگین تره و این حدیث است. ولهذا در اخلاقیات انصاف و منصف بودن و عادل بودن این چیز به نظیر هیچ حکومت داری به هیچ کسی درد نمیخوره، فسیحی ارزش نداره. حکومت دولت مرد بودن، حاکم بودن، مگر چیزی که ارزش داره خدمت خلق و عدالت. خوش نصیب اونایی که به قدرت رسیدن، خود را گم نکردن، خدا را گم نکردن و عادل کردن، انصاف کردن و از موریت خود در جهت منافع مردم خلق کردن، خود از منافع استفاده نکردن. مبارک و انسان است. رسول صلی الله علیه وسلم بود که رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که از دنیا رفتن، بعض کسانی که آمدن داخل خانه آن حضرت و جنازه آن حضرت را از آنجا منتقل کنم بیرون و نماز بخونم و کفن و دفن انجام بدن. خانه آن حضرت را که دیدن و خانه آنطور بود که با اشک بریزد که سبحان الله در خانه آن حضرت گوشه از خانه تعداد پوست خام و پوست حیوانات بود که خام بودن و اینها برای فروش بودن که ارتزاق کنن. از این ناحیه از بیت المال استفاده نکردن و اللہ تعالی سهمیه در غنیمت برای آن حضرت گذاشته بود، ولی این را به فقرا و مساکین میدادن و زن و بچه ها وقتی که جمع شدن خانواده آن حضرت که خرج ما را اضافه کن، علم مسلمانان وضعیت شد تغییر کرده و آن حضرت فرمود نه، من نمیخواهم که بالاخره زندگی خلاصه حرفش زندگی خود را درست کنم، ما میخوایم زندگی دیگران را درست بکنیم. این کلمه این نبود ولی محتوا همین بود که گفتن که نه، شما اگر با من زندگی میکنید، اللہ تعالی فرمود بگو زندگی من همینه، این همه فقرا، این همه مساکین، این همه ضعفا هستن و این بندگان خدا، این بندگان اللہ تعالی تا آخر استقامت کرده. این استقامت ہے، این صبر ہے. کوه صبر چیه؟ او دنیای صبر بود. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام همین تو از عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرض گرفته بود و زندگی را اداره میکرد، چون برای کسب و کار تجارت و کسب و کار نرسید. وقتی که خلیفه شد و در قضا منزل حضرت عمر نزدیک مسجد، منزل بدهکاری های حضرت عمر به فروش رسید و امای حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق هر چه که از بیت المال
شهریه گرفته بود، چیز بسیار جزئی و ناچیز و قدر کفاف وقت آخر لحظه پرداخت کرد اینها را و داد و بالاخره خدمت برای خلق خدا مجاده. این بودن حاکم عادل عمر بن خطاب بود، علی مرتضی بود که تا آخر حضرت علی فقیرانه زندگی کردن و جمعوری نکردن مال و دنیا. عدالت من همینطور گفتم مسجد مال الله، مال منافع دینی و دنیوی خلق، مادی و معنوی، هر دو منافع نیاز انسانان. دولت مرد و دولتداری و حکومت به کسی که اللہ تعالی داده و خلق بر او اعتماد کرده و رای داده و او را مردم آوردن بر سر کرسی نشاندن، باید از منافع خود بگذره و به منافع خلق بیندیشه و بشینه و گریه کنه برای مردم، برای انصاف مردم، برای عدالت مردم. و اونها حاکم بودن که گفت اگر بر یک سگ اجحاف بشه، بر یک سگ و اجحاف بشه، سگی از تشنگی بمیره، سگی از گرسنگی بمیره و جواب خدا را من باید بدم. این حق حاکمونان که بعد از الله رحم دارن بر خلق، ترحم دارن و دردمندن برای خلق الله تعالی. و علماء ریش سفیدان باید همینطور باشن، مردمی باشن. برای مردم ریش سفید نباید برای منافع شخصی خود فکر کنه، منافع فرزندانمون. عالم نباید برای فرزندان خود فکر کنه، چرا که همه خلقا به نگاه فرزندی نگاه کنه، به نگاه یک عائله بودن نگاه کنه و به فکر مردم علما باشن. معتمدین ریش سفیدان و سردار، اون سردار که برای مردم میاندیشه و فکر میکنه. عالم اونه که برای مردم مسئول و دولتمرد اون دولت بابرکت و مبارکه که برای خدا و خلق خدا باشد. و اگر این نباشه فایده نداره، فایده نداره، چرا که بازخواست داره، مسئولیت داره و ما باید جواب الله تعالی را بدیم که شما موقعیت داشتید، موقعیت قومی داشتید، موقعیت اجتماعی داشتید، شما برای مردم چی کردید؟ شما مسئولیت انسانی و اسلامی را انجام دادید یا نه؟ سنگینه. الله چنان حکومت را نده به هیچ کسی که فردا وبال جان باشه و خدا را انسان از دست بده. چنان سرمایه را الله نده، چنان فرزند را نده، چنان نعمت را نصیب هیچ کسی مبادا که خدا ناراض باشه و آخرت انسان تباه باشه. ولی خوش نصیب اونا که از پست حکومت به خدا رسیدن، خوش نصیب اونا که از موقعیت‌های شغلی و کاری، از موقعیت‌های اجتماعی، از موقعیت‌های خود به الله رسیدن، برای الله فکر کردن و برای خدا کار کردن. توصیه ما به هر دولت پاکستان آنے که اخیراً در ایالت بلوچستان بسیار اوضاع مقدار مشکل شده و بالاخره اعتصاب و اعتراضات شدید شده است و مسئولان پاکستان که ما خیر همه را میخواهیم، خیرخواهی همه، مگر حرف میزنیم در جهت منافع همه و در جهت خیر همه، در جهت امنیت همه و
خیر همه آن است که به هر حال مذاکره هست و گفتگو هست. به گفتگو بشینید، همه را تشویق میکنیم، همه دولت ها را به گفتگو با مردم و ملت و شنیدن حرف ملت. و ما هم ناصحانه به دولت پاکستان میگیم که نجات کشور شما و منافع کشور در آن است که حرف مردم را بشنوید، مردم ایالات بلوچستان و حرف قوم بلوچ که اونجا اعتراضات دارن حرفشون را بشنوید، مسئولان با اونها بشینن و جایی که اونها حق باید قبول کنن، هر حکومتی باشه و دولتی باشه، اسلامی یا غیر اسلامی، انسانان همه انسان ها باید به حق دیگران تن بدهند. شما حرف بشینید با رهبران اینها و بزرگترهایشون و بالاخره حرف اینها را بشنوید، صحبت اینها را گوش کنید و به خواسته هایشون رسیدگی کنید و اعتراضات مشکلات در تسلیم باید خواسته های مردم بشید، تسلیم خواسته های به حق. و ما همیشه و مسئولان خودمون هم خطاب همینه که شما خواسته های بر حق مردم، تسلیم خواسته های به حق مردم بشید و دعا هم که میکنیم میگه خدا ملت ایران به خواسته های به حقشون برسان، ما را هم به خواسته های به حقمون برسان، بلکه ما خواسته ناحق داریم و ما را کسی قانع بکنه که خواسته های شما ناحق، ما از خواسته دست میکشیم، ما غیر حق را نمیخواهیم، حق را میخواهیم. و این دکتر مهرنگ بلوچ فعال حقوق بشر و کنشگر مدنی و که مسئول جنبش همبستگی بلوچ وجود غنیمت اینا. بله اگر من به جای شما بودم با اینا نمی‌نشستم، بشینید با این به جای این که مهرنگ دکتر مهرنگ بازداشت کنن بشینید با او. بالاخره این زنم خانوان ولی خانوما را بازداشت نکنید. من اصلا مخالفم با بازداشت کردن خانوما، یک سری تراومی هست. بالاخره اصلا مسئله شرعی و فقهی در رابطه با اعدام زنان ما خیلی اعتراضمون سخته و دلیل شرعی داریم، اینه که حرف همین حلقیه نه، دلیل شرعی هست، مسئله فقهیه که حتی اگر زن با یک گروه بالاخره محارب دستگیر بشه، با گروهی که داره می جنگه زنی دستگیر بشه، زن هیچ کسی حق نداره که زن اعدام بکنه. بله این هایی که در قرآن هم آمده که کسانی که محاربه می کنن و می جنگن، کسی که می جنگه معلومه که بالاخره این اگر دستگیر بشه سیاش سخته، ولی در رابطه با زنان همه اتفاق داره که نه، زنان تراهم هست نسبت به زنان، ولی از زن اعلام نکن. ما معتقدیم که زنها که توی زندانه ما هم توی زندانه دولت پاکستان زنها را تلاش میکنه به قول یکی که گفته که همه پلیس دنبال یک زن میگرد. بابا این زنیه، این بالاخره چاوری سرش رو سری بسر داره و حق داره، هم حق اعتراض داره، زنان حق دارن که اعتراض کنن که برای حقوق و خواسته و ما هم تاکید میکنیم که باید به خواسته زنان، به حقوق زنان باید توجه بشه و اول به خواسته زنان رسیدگی کنه، اول به حقوق اونها رسیدگی بکنه. چون حضرت فرمود دو پیش را گناه قرار میده، گناه بزرگ قرار میده، ظلم را بر اینا، ظلم بر زنان و ظلم بر بچه ها.
هر دو قشر ضعیف ترن و بالاخره ماشاءالله الله شیر زنان است که از مردان هم قوی ترن و بالاخره به زنان باید ترحم کرد و زنها آزاد بشن. محرم را دکتر محرم را آزاد کنم مسئولان پاکستان بشینم با اینها و صحبت کنم. زیاده خواهی دارم بگم دلائل بکن شما زیاده خواهی دارید حق در حق شما در حق شما رسیدگی کنید. حق قانونی قانون هر کشور برای خودش قانونی داره. حق قانونی داره حق شرعی را حقوق بین المللی را مراعات کنید. ما توصیه میکنید مسئولان من را مسئولان کشور را مسئولان دولت پاکستان را به رعایت کردن حقوقهای بین المللی قوانین بین المللی در رابطه ملت قوانین جاری در کشور و دستورات شرعی قوانین خدا قرآن که همه اینا مسلمانیم و اهل قرآنیم اهل دینیم و اینها مسائل مراعات بشن. والله تعالی تو این به نفع کشور هاست به خدا این به نفع دولت ها هست صاحبان قدرت پایین بیایید بشینید با مردم و حرف مردم گوش کنید شما سکوت کنید بگذارید حرف بزنن و اگر اعتراضات مدنیه و بدون خشونت این غنیمت بدانید. تجمع اعتراضی تشکیل دادند یا بالاخره در قوانین کشورهای آزاد مثل کشور پاکستان راهپروایی آزاده تجمع آزاده تو کشورهای ما همچنان در قانون ما همچنان چیزی ما داریم که مردم برای خواستهایشان میتوانن بکنن. لذا اینا رو حرمت بگذارید. خشونت نه خشونت ما هم موافق نیستیم و میگیم خشونت نه ولی گفتگو صحبت تحمل و شنیدن حرف و رعایت قوانین بین المللی رعایت قوانین اسلامی رعایت هر کشور قانون خودش را مسئولان طبق قانون موظفن که قانون خودشون را رعایت کنن. الله تعالی توفیق عنایت بکنه و عاقبت همه ما را به خیر بگردانه و جمعه اخیر هست و معمولا رویت هلال توی همین مراسم اعلام می شود هر وقت که فردا امروز 28 فردا 29 فردا شب رویت ما هست و اگر ما رویت بشه روز یک شنبه عیده ولی اگر ما رویت نشود عید میمانه برای دوشنبه و 3 روز شما تکمیل میشه و صبح که ما سراوان می آمدیم و جناب مولانا حفیظ الله اینجا و دوستان دیگر سراوان بله تو نماز صبح را که ادا کردیم ما همین حاشیه تفتان و این طرف که آمدیم مهر دوستان رویت کرده معبود ولی فردا شب با این حساب تا 2 شب اگر غایب بشه از روی حساب و تجربه قابل رویت بیشتر ولی اگر 1 شب تنها امشب غایب بشه فردا رویتش ضعیفه بالاخره آمادگی داشته باشید که روز یک شنبه روزه بگیرید و مبارکتونه خیلی ما خوردیم خیلی خوردیم 11 ما خوردیم کجا رسیدیم بالاخره از غروبه به چای میرسیم انشاءالله بله ماشاءالله خوبه کنار بمون امشب هم در جریان هستید و ما تو این مسائل شما میدونید مسئله ما تابع بالاخره فقط فقهیم و تابع حدیثیم که سوم لرؤیته و افطر لرؤیته این شریعت اینه میگه که شما ببینید و بخورید و ببینید و عید بگیرید ببینید و روزه بگیرید ببینید و عید کنید و تابع رویت هم و اگر رویت هم ثابت بشه نه اینکه کسی بگه من ماه را دیدم
اگر رویت ثابت میشه و ما مطمئن باشیم که این شهادت درسته و شرعیه و اون زمان عید میکنیم. اگر نه بالاخره حدیثی که اگر شما ما را ندیدید تکمیل کنید عدد ماه را که ماه رمضان تکمیل میکنیم. و عرض حضورتون که نکته دیگری که نماز دوستان نظرشون همینه که 7:30 نماز ما برگزار کنیم. صبح فرصت نرسه به کسی که صبح بخوابه. نماز که خواندید چادرتون رو به شانه بیندازید، اگر دوشی بگیرید که سنت خیلی خوب است. لباستون رو بپوشید بعد از نماز یا قبل از نماز صبح و چادر به شانه و بسم الله ایدگاه و بعد از ایدگاه که برمیگردید اختیار شماست، میخواید بخوابید میخواید با مردم ملاقات کنید ما دخالت نداریم، ولی قبل از خواب ممنوعه. یعنی روز عید خواب نیست. نماز هم بعد از نماز فرض نماز هم نه در خانه نماز درسته نه در مسجد بشینید اشراق میخوانه، نه اشراق درست نیست. بالاخره بعد از نماز صبح اولین عمل نماز عیده، ولی این برای همین خاطر چه زودتر باشه بهتره. و بعضی گفتن 8 و 2000 بود و بعضی گفت 7:30 و بالاخره همین 7:30 که دوستان گفتن. ما نظر بود 8 بود، ما نظر بود رو ترک کردیم به نظر دوستان و مشورت همینه. بالاخره ساعت 7:30 انشاءالله نماز برگزار بشه و برای نماز خود را برسونید. و روز جمعه دوستان بعد برایتون زحمت ای هم جزئی هم رمضان هست، آخری عمل رمضانتونه که نماز عید هم میخوانید و آخری خیرتون همینه که صدقات فطر بدید انشاءالله و بیایید برای عید یا بیایید در چادرهای اونجا که با جمعوری برای جمعوری اعانه برای دارالعلوم زاهدانه با بزرگترین حوزه و حوزه مرکزی بزرگترین مرکز علمی بالاخره هست از اهل سنت، بلکه این بزرگترین مرکز یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور هست و ما میگیم مراکز علمی و اینا منافعش هم برای همه، برای منافع برای انسانیت، برای همه اقوام، برای همه مذاهب، برای همه ادیان و که شهروندمان و سالم با ما زندگی میکنند، ظلم بر ما نمیکنند، برای همه ملتی را انشاءالله و حوزه را حمایت کنید و کمک کنید و انشاءالله اجر عظیمی برایتون داره الله تعالی. بله تقاضای دعا برای فرزند جوانان. بله خوبه این را انشاءالله بعد از نماز حسابدار محترم جناب حافظ محمد اسلام حافظ الله می فرمایند که ممکنه که اونجا کارتخانه کار نکنه و شما وجه نقد با خودتون بیارید، دست هم بالا بگیرید و سهم خواهرانمون هم بیارید. نگفتنم اینه که ما اونجا جای برای خواهران در نظر میگیریم تو مصلی، گرچه الله اینجا جا نافتاده در مصلیان حضرت زنان می آمدن، در حیات طیبه زنان شرکت می کردن و بلکه زنان ترغیب می دادن به شرکت و این مصلی رسول الله هست و به هر حال در راسته اقتدا به ایشونه و سیره ایشونه و لحظه اینجا هم جای برای زنان خالی است و زنان تشریف بیارن و اونجا نمازشون بخونن و از اونجا برن هم مشکلی نیست. و اعتقاد من اینه که زنان شما در مسائل دینی
همراه کنید همونطور که در دنیا همراه شما. الان شما میری به سفر، زنان همراه چیز خوبی است. بالاخره تو در کشور خارج سفر میکنید، داخل ایران زنان همراه شما هست، خوبی زن همراه بشه. و از رسول صلی الله علیه و همسرانشون در حج همراه بودن، جهاد که رفتن، سفر هم رفته، هم از زنان یکی را با خود می بردن و زنان صحابه همراه بودن، پشت جبهه خدمت میکردن، پشت جبهه خدمت میکردن. و بالاخره اونطور که بعضی نسبت به زنان سخت بگیری میکنن، این سخت بگیری نیست. اونطور که بسیاری هم میگه که نه همه چیز در نظر نمی، اینطور هم نیست. میانه خیر الامور اوساط، و نه زیاد سختی سخت، نه زیاد شلی شلوال کردن، و این هم نه. بالاخره زنها را با خود که به مراسم میایی، جلسه سواری ماشین بکنه بیارید دمه و مجلس بگذاری، شما برید در قسمت مردان، اونا برید در قسمت زنان و یاد بگیرن احکام. بله الله تعالی شما را موفق. در مسجد النبی می آمده برای نماز و هم در عیدگاه می آمدن برای نماز. ماشاءالله. و این سیره حضرت اتباع میکنه. الله تعالی توفیق عنایت بکنه. و آخری جمله که عرض بکنم و تمام مسئله به هر حال فلسطین که واقعا همه جهان رنج میده، همه انسان های آزاده، همه ملت های دنیا، نه ملت مسلمان تنها، همه انسانان و بسیار برداور بیرحمی هایی که بر اهل غزه می شود و بمباران های بی وقفه، ساختمان ها و آبادی ها را از من بردن، سر آواره ها لهم میریزن و چقدر بی رحمان و چقدر بی عاطفه، چقدر دور از انسانیت دین که به جای خود که از ادیان همه دوره، ولی دور از انسانیت که انسان اینطور بیرحم باشه. شب 27م جلسه بود و آقای مولوی اسماعیل حافظ، مولانا اسماعیل صحبتی کرد از بیت المقدس و چیزی جالبی هم صحبت شد که بیت المقدس صحابه محاصره طولانی کردن ولی حمله نکردن، حرمت گذاشتن. یک حرمت بیت المقدس و دو نخواستن که خونریزی بشه. گفت خونریزی هم نه، داشته که خودشو وقتی که تسلیم نشدن و بالاخره آخر همون بزرگترین عالم یهودی آمد و گفت که کلید بیت المقدس را تسلیم عمر بن خطاب خلیفة المسلمین اگر بیاید ما تحویل میدیم. و نمیتوانستن که محاصره حمله کنن و به راحتی بیت المقدس بگیرن، نگفتن و چندین ماه این محاصره طول کشید. عمر بن خطاب خبر رسید برای جلوگیری از خونریزی از اونجا سفر کرد. این سفر طولانیه که تا تبوک 700 کیلومتر از مدینه مرز شام و داخل کیلومترش رو من نمیدانم ولی حتما 1000 کیلومتر میرسه و بالاخره تشریف آوردن اینجا و کلید بیت المقدس تحویل داد بدون جنگ. ببین در زمان صدر اسلام خونریزی نبوده که قتل عام بکنن، به حد در جنگ به حد اقل کشتار هر وقت اکتفاش آنجا که چاره نبوده و بغیر افراد جنگجو منع بوده که این
نه برای مسلمان روایه نه برای انسانیت درسته که زنان بکشن، بچه ها بکشن، سالخورده ها و پیرمردان بکشن، عبادت خانه ها رو ویران کنن، بلکه او روحانیشون را هم نزنن، روحانی را هم نزنن، اونی که مردم اعتقادی نمودارن، اسقفها را و علماء را هم تو بعض نقلا میبینید که توصیه شده بود که کار داشته نباشه، ترحمی بر خلق. اگر رحم نباشه انسانیت نباشه هیچ نیست، انسان نیست، میمانه در رنده. الله تعالی ترحم کنه. ما حقیقتا عرض میکنیم که خواهان حل و فصل از راه سیاسی این گلایه را از همه دولت اسلامی داریم، انتقاد داریم از دولت اسلامی که شما جنگ نه، شما پارتون یک کارش بکنید و از راه سیاسی وارد بشید. اگر همه دولت اسلامی و دیگر دولت هایی که اعتراض دارن اگر از راه سیاسی وارد بشن همه کشور و یک محاذ سیاسی تشکیل بدن، اتحاد سیاسی براحتی میتوانند که حل فصل عادلانه بین دولت اسرائیل و بین فلسطینیان برقرار. ما میگه شما صلح برقرار کنید، ما نمیگه شما بجنگید و ما میگه شما صلح برقرار کنید. آقا صلح برای شما خطر نداره. اگر شما نمیخواید با اسرائیل درگیر بشید، نمیخواید با دیگران درگیر بشید، امریکا درگیر بشید، درگیر نشید. شما از طریق مسائل سیاسی وارد بشید. شهرک اقتصادی دنیا در دست شماست. شما اگر دست به شهرک بخواید بیاندازید دنیا نفسش گیر میکنه و اصلا سیاسی وارد بشید، رای درست وارد بشید. الله تعالی توفیق عنایت بکنه و مسلمانان. اگر گفته فاصله بین مدینه تا بیت المقدس 1676 کیلومتر، ماشاءالله. این با شطور و آخرین لحظات خیلی شیرینی که بگم دیر شد، آخرین لحظات که از عمر تو این مسیر گاه خودش سوار می شد، نوری بود و گاه غلام مهار می کرد و گاه شطور مهار می کرد و غلام گفت که غلام برای خود حق صحیح قائل نبود در مقابل آقا، ولی حضرت عمر کوئی حق تویه، نباید تنها من شطور سوار بشم و تو پیاده بری. آخری لحظات که رسیدن نوبه سواری غلام بود و مهار کردن حضرت عمر بود. آقا غلام سوار سر شطور و حضرت عمر مهار میکنه و به استقبال حضرت عمر حضرت ابو عبیده بن جراح فرمانده این مجاهدان اسلامیه و اون اسقف هم هست، او براشید اسقف نو دیگه نامی داشت، بله اسقف به این روحانی بود و روحانی اهل کتاب بود و او آمد و نگاه میکرده که حضرت عمر بالای شطوره، تا حضرت عمر نه مهار در دستشه و فایلی. سبحان الله، چه عظمتی داره، چه بزرگی داره. ساده زندگی کردن، ساده. گاهی ما دوستانا و صحبت میگه زندگی چه ساده باشه پیش داشته نباشه ولی زندگی ساده و نظیف. مسجد عرض بنانه که ساده و زیبا و خانه آغاز ساده و نظیف، تمیز باشه، زندگی تمیز، لباس تمیز، بدن تمیز، دهن تمیز و مسواک. این سیره حضرت رسوله و خانه تمیز، نه اینکه هر چیزی به جای بیفته نظام خانه به هم بخوره. نظام نظافت به نظافت دین اسلام تاکید کرده، به طهارت و پاکیزگی تاکید کرده. این بزرگان ما ساده زندگی کرده. کلید
जबरदस्त हजरत उमर दर चना सरायते तहवील दादा दो दस्ती तकदीम करने के लिए बिना जंग दाखिल शुगन दर बैतुल मुक़द्दस फत शद शार व अल्लाह ताला मुसलमानों ने तौफीक मिले कि बे असल शुम बरगर्दन बे अदालत बरगर्दन बे इंसान हर्फ ना अमल अल्लाह ताला मन शुमारा मर्द अमल बगर्दन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।